الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستان گرانقدر، روزداران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی روزه های شما را قبول بکنه. به خاطر خدمتگزاری به شما در هر روز رمضان یک درس از درس های رمضان خدمت شما دوستان عزیز تقدیم میکنیم. در روز اول رمضان اولی درس شناخت رمضان است. دوستان گرانقدر، علما و دانشمندای اسلام میگن که رمضان در لغت از کلمه رمضا گرفته شدن و رمضا به معنای حریق کردن یا شدت گرمی هست و ایره علما میگن که رمضان به خاطر از رمضان میگن که یک انسان مسلمان وقتی که روزه میگیره گناه های از الله سبحانه و تعالی حریق میکنه، گناهایش میسوزانه و از بین میبره. یکی از علما میگن که لانه یرمد الذنوب ای یحرقها بالاعمال الصالحه، یعنی الله سبحانه و تعالی گناه ها را میسوزانه و حریقش میکنه توسط چی؟ توسط اعمال صالحه که طبعا انسان روزدار در ماه مبارک رمضان در 24 ساعت زندگی خود اعمال صالحه میکنه و ما احتیاط بکنیم که در رمضان در هر لحظه عبادت الله را بکنیم و مطابق احکام الله زندگی بکنیم، صبح، شام، نصف شب و هر لحظه به یاد الله باشیم تا ای که با اعمال صالح ما گناه های ما از بین بره و حریق شود. رمضان در اصطلاح اسلام ماه نهم از ماه‌های مبارک سال قمری می باشه که در بین ماه شعبان و شوال قرار داره و روزه گرفتن از این بالای هر مسلمان فرض می باشه. دیگه کلمه صوم است که صوم در زبان عربی به معنای خودداری یا امساک است. مثلا در سابق چی میکردن؟ از گپ زدن امساک میکردن و میگفتن که اینی نذرت للرحمن صوما. در قصه بیبی مریم است که بیبی مریم میگه که اینی نذرت للرحمن صوما، یعنی بیبی مریم علیه السلام میگه که من برای الله روزه گرفتم یا امساک نمودم، که در وقتی از اونا روزه گرفتن یعنی ترک سخن گفتن هم بود. اما صوم یا روزه در اصطلاح شریعت اسلامی او چی میگن؟ صوم یا روزه در اصطلاح شریعت اسلامی دوستان عزیز عبارت از امساک است. چی است؟ امساک است از یا خود نگه داشتن است از طعام، از نوشیدنی، از نزدیکی جنسی و از الفاظ و از اعمال مخالف شریعت اسلامی. پس انسان مسلمان واقعی و روزدار واقعی کسی است که خود از تمامی امور نگهداری میکنه. به این خاطر در حدیث شریف میخوانیم که حدیث صحیح البخاری هست که عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من لم يدع قول الزور والعمل به. رسول الله صلی الله علیه و سلم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه و شرابه. رواه البخاری. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که هر کسی سخنان بیهوده و سخنان غلط و سخنان دروغ و عمل کردن به آن ترک نکنه، پس الله حاجتی و یا ضرورتی به این نداره که این شخص غذای خود، طعام خود و یا هم مثلا نوشیدنی های خود ترک بکنه. رمضان ماه رحمت و فضائل است. الله سبحانه و تعالی ذات رحمان رحیم از دوستان عزیز. الله سبحانه و تعالی در ماه مبارک رمضان یک فرصت بسیار خوبی را برای روزدارا داده. الله رحمان است و رحیم است و میخواد به اساس رحمت خود برای ما یک فرصت بده که این فرصت چی است؟ فرصت توبه و فرصت بازگشت است و یا فرصتی است که ما دوباره به اعمال خود تجدید نظر بکنیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان میگه که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو ای بنده های ما که شما زیاده روی کردین در نفس هایتان، لا تقنطوا من رحمت الله، شما از رحمت الله چی؟ ناامید نباشین،
ان الله یغفر الذنوب جميعا. سبحان الله. ان الله، یقینا که الله یغفر الذنوب جميعا، الله تمامی گناه ها را میبخشه. پس یک فرصت بسیار خوب است دوستای عزیز، ماه مبارک رمضان، که از این فرصت استفاده بکنیم و تا گناه های ما بخشوده شود. انه هو الغفور الرحیم. الله غفور است و رحیم است، یعنی گناه ها را مغفرت میکنه و بسیار مهربان است. به این خاطر ماه مبارک رمضان یک فرصت دیگی برای ما ساخته که اگرچه این آیت مبارک همیشه هست و 24 ساعت الله غفور است و رحیم است و همیشه رحمان و رحیم است و همیشه مغفرت میکنه، لکن فرصت بسیار بیشتری در ماه مبارک رمضان برش داده میشه. روزی ماه مبارک رمضان و ماه مبارک رمضان و کسی که روزه میگیره در این ماه فضیلت های بسیار زیاد داره که ما میشه این فضیلت ها را خدمت شما دوستان بیان بکنیم که مسلمان واقعی و مسلمان راستین و مسلمان خوب او است که از این فرصت ها استفاده بکنه و این فضائل خود هم شامل از این فضائل بگردانه. اول ایره باید بفهمیم که روزه ماه مبارک رمضان ای به تمام امت ها فرض بوده و الله سبحانه و تعالی میگه که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یعنی کتب اینجا علما میگن که یعنی فرض شده بالای شما روزه ماه مبارک رمضان مثل که بالای امت های قبلی هم روزه فرض بود. پس روزه گرفتن در امت های دیگه هم بوده و این روزه که ارزش خود داره و نعمت بسیار بزرگ الهی هست برای مسلمان ها و برای امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم فرض شده است. دومی فضیلت ماه مبارک رمضان یا فرصتی که هست و است که در امی آیت قرآن میگه که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پس هدف روزه چی هست؟ هدف روزه گرفتن چی هست؟ ای که ما روزه میگیریم به خاطر ازی که تقوا حاصل بکنیم. یعنی اگر کس روزه میگیره و در ماه مبارک رمضان، پس این انسان مسلمان ای ما را یک کورس ترینینگ تقوا فکر میکنه که ما در ماه مبارک رمضان یک ماه مکمل چی میکنیم؟ تمرین میکنیم. برای چی؟ برای ازی که ما با تقوا شویم. پس الله سبحانه و تعالی بر ما میگه که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بالای شما چی شده؟ روزه فرض شده مثل که سر دیگرها فرض شده بود. هدفش چی است؟ هدفش تقوا هست. لعلکم تتقون، شاید که شما چی شوین؟ با تقوا شوین. پس در این ما تمرین میکنیم میبینیم که چیزهایی که حلال است حرام شد سر ما. در دیگه ماها خوردن غذا حلال است. به ماه مبارک رمضان از صبح تا به شام غذای حلال شما خوردن نمیتونین. آبی که حلال است او را نوشیدن نمیتونیم. با همسر خود نزدیک شدن حلال است. اما در ماه مبارک رمضان، پس ما در ماه مبارک رمضان تمرین تقوا میکنیم. وقتی که تمرین تقوا کردیم، شما ببینید که وقتی یک انسان خود نگاه میکنه، پس این یک تمرین است برای ازی که بعد از رمضان حداقل وقتی که نوشیدن و خوردن و نزدیک شدن و این گپا کلش برش اجازه داده میشه، حداقل از چیزایی که حرام است خودم چی کنه؟ نگهداری بکنم. سوم چیزی که در ماه مبارک رمضان است و برای مسلمان ها بسیار مهم است که از این استفاده بکنن که چی است؟ این وسیله هست برای مغفرت یا بخشیده شدن گناه ها. من صام، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث است که متفق علیه است. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ عن ابی هریره رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیه. این حدیث متفق علیه هست که این امام بخاری و امام مسلم اردوشان روایت کردن. یعنی هر کسی که ماه مبارک رمضان را با ایمان داشتن به الله و رضایت به فرضیت روزه و امیدوار بودن به اجر و ثواب آن روزه گیرد، گناهان قبلی وی بخشیده می شود. پس شما ببینید که کسی که ماه مبارک رمضان با ایمان، با اخلاص، با تقوا
روزه میگیره، کوشش بکنیم که بسیار ماه مبارک رمضان با اخلاص روزه بگیریم، بسیار از آمدن رمضان خوشحال باشیم. مثل صحابه کرام، اونا منتظر می بودن که چه وقت ماه مبارک رمضان میاد که ما روزه بگیریم. پس چی است؟ پس ماه مبارک رمضان ماه چی است؟ ماه مغفرت گناه ها هست و چه خوب یک چانس است برای یک انسان مؤمن و یکتا پرست. چهارمی فضیلت ماه مبارک رمضان یا فضیلت روزه ماه مبارک رمضان چی است؟ که در ماه مبارک رمضان اندازه اجر و ثواب مقید نیست. مثلا ثواب نماز، مثلا یک نفر نماز میخونه از 10 درجه تا 700 درجه برش ثواب داده میشه. اگر کسی مثلا حج میره از 10 درجه تا 700 درجه برش ثواب داده میشه. لکن در ماه مبارک رمضان اندازه ثواب خالق متعال برای خود گذاشته که خالق متعال ذات رحمان و رحیم است و اگر خواسته باشه مثلا در ماه مبارک رمضان بر ما ثواب را میده که او اندازیش ما نمیفهمیم. و اندازیش چه قسم میفهمیم که چی است؟ که مثلا شما اگر برین پیش یک انسان غریب، اگر او بخوای بر شما در مقابل یک عمل نیک همکاری بکنه، چی براتان میده؟ اگر شما پیش یک انسان پولدار برین، پیش یک بزرگ برین، پیش یک هر قدر که مقام یک کس بلندتر باشه، با مو اندازه مو تحفه از او یا بخشش از او یا پاداش از او بیشتر می باشه. پس تصور بکنین که پاداش ماه مبارک رمضان خالق ای کائنات رب ذوالجلال او ای اجر پاداش از این میده. چی میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم؟ میگه در حدیث قدسی هست که الله سبحانه و تعالی میگه که کل عمل ابن آدم له الا الصیام، تمامی اعمال ابن آدم به خود از او هست مگر روزه. فانه لی و انا اجزی به، پس روزه الله میگه برای من هست و من پاداش از او را میدم. سبحان الله. پس پاداش روزه را خالق متعال میده. حدیث صحیح بخاری هست. اینال یک فرصت بسیار خوبی هست که انسان مسلمان روزدار از این استفاده میکنه. پنجمی فضیلت ماه مبارک رمضان و فضیلت روزه ماه مبارک رمضان چی است؟ که روزدار به عالی ترین مرتبه اخلاقی باید خود برسانه. یکی اخلاقی است که مثلا یک کسی مثلا برای کس ضرر نمیرسانه، برای یک کس ضرر نمیرسانه و یک کس دیگه هست که برای کس ضرر نمیرسانه، اگر یک کس برش ضرر آورسان این ضرر نمیرسانه. این یک مثلا 70% اخلاق است. اما اخلاق 100% است که یک نفر میخواه برای یک کس ضرر برسانه، لکن این برای اونمون نفره که ضرر رسانده منفعت میرسانه. مثل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در بسیاری از سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما میخوانیم که بسیاری اوقات مردم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زدن، سرش ترقاندن، حتی در طائف از بوت‌ها یا مو نعل رسول الله صلی الله علیه و سلم که وقت مو یک قسم چبلق بود یا بوتی بود که نعل میگفتن، او حتی خون پر میشه و از تمام بدنش خون جاری میشه و حتی مثلا از خانهش کشیدنش بالاخره مهاجر میشه و مدینه منوره میره. با وجود تمام اینمی بدبختی هایی که مردم می داشته باشه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مقابل تمام ضررهای از اینا کوشش میکنه بر از اینا منفعت برسانه و اینا به دین مقدس اسلام مشرف شوند. پس روزدار در ماه مبارک رمضان کوشش میکنه که امو درجه اخلاق خود بسیار خوبتر و عالیتر بسازن. در حدیث شریف میگه که فاذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب. دیگه میگه وقتی که وقت روزه شما بود، پس یک انسان مسلمان نباید رفث چی را میگن و سخب چی را میگن. رفثی است که الفاظی که شهوت انگیز است، فکاهی، حتی لفظای خود با همسر خود که شهوت انگیز باشه نگویه. برای مردم دیگه خب چی میکنین؟ ولا یسخب و همچنان برای کسی مثلا غصه و اعصاب خرابی و جنگ و ایگپا را نکنن. ششمی فضیلت ماه مبارک رمضان ای است که بوی دهان روزدار به نزد الله خوشبوتر از بوی مشک است.
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. میگه امو خلوف فم صائم، خلوف چی میگن؟ یعنی امو بوی ناخوشایند دهان روزه‌دار. وقتی انسان روزه میگیره شاید از دهانش بوی خوش نبره، لکن با وجودی که این بوی دهان ازی آنقدر به نزد ما و شما زیبا نیست، لکن به نزد خالق متعال از بوی مشک کرده هم با ارزشتر و خوشایند است. پس این به خاطر ازی است که الله از روزدار چقدر راضی هست. فضیلت هفتم روزدار ای است که روزدار برش الله دو خوشی را میده. دو خوشی در حدیث شریف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که الله سبحانه و تعالی که گفته که کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی و انا اجزی به، باز آخرش میگه که للصائم فرحتان، بر روزدار دو خوشی هست. یفرحهما، که دو خوشی روزدار خوشحال میسازه. اذا افطر فرح، وقتی که افطار میکنه خوشحال میشه. مثلا صبح تا شام تشنه هست، گرسنه هست، وقتی که افطار میکنه بسیار خوشحال میشه. الحمدلله که برام الله فرصت داد که من افطار بکنم، آب یخ مینوشه و غذا میخوره. و فرح و اذا لقی ربه فرح بصومه. سبحان الله، وقتی که در روز قیامت خالق متعال ملاقات میکنه، باز از ملاقات خالق خود چی میباشه؟ خوشحال میباشه. و به این شکل که چی است؟ از خالق خود خوشحال میباشه. به خاطر چی؟ که این روزه گرفته و خالق متعال از این راضی هست. یعنی چرا در ملاقات با خالق خود این خوشحال میشه؟ چون الله هست پیش انسان وقتی که راضی شد باز از روزه خود خوشحال میباشه. هشتمی فضیلت در ماه مبارک رمضان ای است که روزدار، کسی که در ماه مبارک رمضان روزه گرفته با ایمان و احتساب، یعنی از روزه خوشحال بوده، حق روزه را ادا کرده، با تمام اعضای بدن خود روزه گرفته، چشمش روزدار بوده، گوشش روزدار بوده، زبانش روزدار بوده، قلبش روزدار بوده، تمام اعضای بدن از روزدار بوده. پس اینال این انسان مسلمان چی هستن؟ برای الله متعال، برای روزدار یک دروازه در جنت، یک دروازه مخصوصی در جنت برش ساخته است که او دروازه را چی میگن؟ ریان میگن. عن سهل بن سعد رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال ان فی الجنة بابا یقال له الریان. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که در جنت دروازه است که نام از دروازه ریان است. یدخل منه الصائمون یوم القیامه، از این دروازه روزداران در روز قیامت داخل میشه. لا یدخل منه احد غیرهم، بغیر از اینا هیچ کس دیگه داخل نمیشه. یقال، گفته میشه این الصائمون، ملائکه سلام میکنن کجا هستن روزداران؟ فیقومون لا یدخل منه احد غیرهم، باز روزداران میخیزن و میرن به طرف از این دروازه و داخل جنت میشه و هیچ کسی بغیر از روزداران داخل نمیشه. فاذا دخلوا، وقتی که میگه اینا داخل شدن، اغلق، دروازه بسته میشه. فلم يدخل منه احد، پس هیچ کسی دیگه باز برش اجازه داده نمیشه که از دروازه روزداران داخل شوند. متفق علیه، یعنی حدیث امام بخاری و امام مسلم اردوشان روایت کردن. نهمی فضیلت از فضائل روزه ای است که روزه برای صاحبش در روز قیامت شفاعت میکنه. سبحان الله. عن عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه میگه که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گفت الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامه. روزه و قرآن عظیم شان، اردوی از اینا در روز قیامت چی میکنن؟ انسان مؤمن شفاعتش میکنن. یقول الصیام، میگه روزه چی میگه؟ روزه میگه ای رب، ای پروردگار من، منعته الطعام و شهوه، من مانع طعام ازی شدم، مانع شهوات ازی شدم، مانع خواسته های نفسی ازی شدم. فشفعنی فیه، پس مرا در حق ازی شفاعت مرا قبول بکن.
و یقول القرآن و قرآن عظیم الشان میگه که منعته النوم باللیل، من مانع از خواب در شب شدم، فشفعنی فیه، پس شفاعت من در حق ازی قبول بکن. قال فیشفعان، بازی دوشان شفاعت میشن. یعنی هم قرآن شفاعت میکنه و هم روزه ماه مبارک رمضان. دومی فضیلت از فضائل ماه مبارک رمضان چی است که ملائکه علیهم السلام برایشان تا زمان افطار طلب مغفرت میکنن. یک فضیلت بسیار بزرگ است. وقتی که انسان روزدار باشه و مطابق احکام الله چی میکنه؟ زندگی میکنه. قسم زندگی مطابق احکام الله میشه. چشم در ماه مبارک رمضان مطابق اوامر الله حرکت میکنه. گوشت مطابق اوامر الله حرکت میکنه. زبانت مطابق اوامر الله حرکت میکنه. وقتی که این روزدار با تمام اعضای بدن خود روزه را مراعات میکنه، باز بر از این شخص چی هسته؟ ملائکه طلب مغفرت میکنه که پروردگارا این انسان است که با این نفس، با این امکانات، با این موجودیت منکرات، با موجودیت مثلا این رقص های، این خواندن های مبتذل، این حرکات زشت، این فیلم های مبتذل و همه از اینا، ای چی میکنه این انسان؟ ای هم از این ترک کرده و به عبادت خالق خود مشغول است. پس ملائکه بر از این وقتی که روزه را شروع میکنه تا وقتی که افطار میکنه، ملائکه بر از این انسان روزدار چی میکنه؟ طلب مغفرت میکنه. 11 الله سبحانه و تعالی هر روز جنتش را برای آنان آراسته میکنه. سبحان الله. برای روزدار همیشه خالق متعال چی میکنه؟ جنت آراسته میکنه که روزدار جنت برش آماده هست و این روزدار به طرف جنت بره. و خوشا به حال کسی که در جریان روزه و در ماه مبارک رمضان وفات میکنه و روزه بدانش است و اونجا سبحان الله جنت تیار آراسته هست. در دیگه فضیلت از ماه مبارک رمضان ای است که ماه مبارک رمضان اندازه ثواب و اجر از او مشخص و محدود نیست، بلکه الله سبحانه و تعالی گفته که انا اجزی به، من پاداش برش میدم. این فضیلت بزرگ ماه مبارک رمضان است. 13مین فضیلت از فضائل ماه مبارک رمضان ای است که روزه روح و روان روزدار را پاک میکنه. پس وقتی که انسان روزه گرفت، هرگاه یکی از شما روزه گرفت، بیهوده سخن نگوید و کار جاهلانه نکند. سه شد نه؟ از اینجا چی میشه که این کارا را باید انسان نکنه. بالاخره با اینمی که انسان از اینمی دشنام و کشمکش ها و از این جنجال ها خود رها میکنه و به عبادت خالق متعال مصروف میشه و روح ازی و روان ازی اصلاح میشه. 14مین فضیلت ماه مبارک رمضان ای است که روزه انسان را به عالی ترین مقام اخلاقی میرسانه که هم خدمت شما تشریح کردم. 15میش است که بوی دهان روزدار به نزد انسان و به نزد خالق متعال بسیار ارزش داره. دوستان عزیز، خلاصه ای که چون روز اول ماه مبارک رمضان و آغاز ماه مبارک رمضان در درس اول ما و شما می باشه، دوستان عزیز در آغاز رمضان ما باید سر چی فکر بکنیم؟ سر یک نقطه بسیار اساسی فکر بکنیم که ما چی بکنیم که روزه ما روزه کامل باشه و ما چی بکنیم که روزه ما به دربار خالق متعال قبول شود. چی بکنیم که روزه ما روزه کامل شود و چی بکنیم که روزه ما قبول شود. به خاطر از اینکه شاید بسیاری کسا روزه بگیرن روزهشون قبول نشه، شاید بسیاری کسا روزه بگیرن و روزهشون مورد رضایت خالق متعال واقع نشه. پس ما چی باید بکنیم که روزه ما روزه واقعی باشه؟ روزه ما وقت روزه واقعی میشه و روزه حقیقی میشه و الله از روزه ما راضی میشه که زبان ما هم روزه دار باشه. این است که تنها غذا را ترک بکنیم، از غیبت، از دروغ، از فکویی گفتن، از سخنان نادرست زبان خود کنترل بکنیم. روزه ما چه وقت کامل میشه که قلب ما روزه دار باشه. وقتی که سر میز خود ما چند قسم غذا گذاشته شده میخوریم، اگر قلب ما روزه دار است، توجه از این میباشیم که آیا همسایه من، آیا اقارب من، آیا مردم فقیر و مسکین و بیچاره که هستن اینا امی غذاها را دارن؟ پس ما سحری میکنیم و شب میخوریم. یک وقت غذا ماند، غذای چاشت، ایره چی کنیم؟
ایراد نکنیم که نصفش سحری بخوریم، نصفش بعد افطاری بخوریم، بلکه یک وقت غذای خود کوشش بکنیم که برای فقرا و مساکین و برای کسایی که افطاری ندارن و برای کسایی که مشکل دارن برای اونها، چون قلب روزدار اونمو هست که این انسان روزدار چی میکنه؟ با قلب خود متوجه ازی می باشه که کی فقیر است، کی مسکین است. برای دست ما روزدار باشه، از دست ما کاری نشه که او معصیت الله باشه. گوش ما روزدار باشه، نباید از موسیقی ها و از شنیدن. بسیاری کسا مثلا گوشش روزدار نیست، چشمش روزدار نیست، شب تمام شب فیلم سل میکنن، شب تمام شب روز فیلم های خراب سل میکنن، روز مثلا به گناه مبتلا هست. پس اینال چشم ازی دانش روزدار از غذای حلال دان خدا منع کرده. فیلم حرام و ناروایی که در تلویزیون است و در سینماها هست، موسیقی 24 ساعت در جریان روزه و گوشش چالان است و الفاظ زشت و غلطه برسی میگن. پس انسان مسلمان کوشش بکنه که دستش روزدار باشه، پایش روزدار باشه، قلبش روزدار باشه، چشمش روزدار باشه، گوشش روزدار باشه و روزه را به شکل کامل بگیره که ان شاء الله تعالی این روزی مقبول ازی، سبب مغفرت ازی، سبب نجات ازی و سبب ازی شود که از دروازه ریان جنت استفاده بکنن. دوستای عزیز، این بود برنامه امروزی ما. روزداران گران قدر، الله سبحانه و تعالی روزهای شما را قبول بکنه. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما دوستان و عزیزان قرار میگیریم، شما را به خالق متعال میسپاریم. روزی خوش و افطاری خوب داشته باشین و به فقرا و مساکین قلب مهربان داشته باشین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.